سال 88 که این سمت رو حضرت آقا بهشون میدن، میگن که اگه بشه اسمتو عوض کنی، توی مثل امرای ارتش بهشون امیر میگن. مثل سرداران سپاه امرا. بله. گفته بودن اسمتو میخوام عوض کنم. گفت آقا شما صاحب اختیاری، هرچی شما بگید. حضرت آقا اسمشو گذاشته بودن امیرعلی که میگه اونجا یه شوخی هم با آقا کردم، گفتن اسممو گذاشتی یه اذانم بگو گوشم. شب شهادت حضرت علی هم به دنیا اومده بودن، شب عید قدیر هم که از شهادت رسیدن. اینطور هم که محافظشون میگفت لحظه شهادت بالا سرش بودن، 2 بار اسم امیرالمومنین رو به زبون آوردن و به شهادت رسیدن. حتما توی همون لحظه سرشون بر دامن حضرت امیرعلی چقدر عجیب. شهادتشون رو بعد نماز صبح و فردشون هم شکافته. خون در آغوش